روز پیراهن حضرت یوسف علیه السلام سبب اندوه پدرش شد. پیراهن او را آلوده به خون دروغین بیاوردند. سوره یوسف آیه 18. اما همین پیراهن روزهای دیگر سبب خوشحالی پدرش شد. پیراهن مرا ببرید بر روی پدرم بیافکنید تا بینا بشود. سوره یوسف آیه 93. بنابراین ما نیز باید خوشبین باشیم، از خدای متعال همیشه امید داشته باشیم. شاید هر مصیبت، هر کارهای، هر ملامت، عموما هر آن چیزی که امروز ما را ناراحت میکند فردا موجب خوشحالی و خوشبختی ما گردد. زیرا الله در کلامش وعده داده که این مع العسر یسرا، به دنبال هر سختی آسانی هست. از ناامیدی و بسا امید است، پایان شب سیاه ان شاء الله که سفید است. با این خاطر غم مخور غمخوار داری که این هم باشد ذاتی پاک است، با گفتن و شنیدن اسمش قلب ها آرام میگیرد. الحمدلله